ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. السلام علیکم بیننده های ارجمند. در سیمای مستقلی یکم برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان مهمان خانه های شماست. این شام در برنامه یک نفری را دعوت کردیم که واقعا نفری صاحب دل هستند، نفری صاحب ذوق هستند، نفری هستند که همیشگی از حضورشان برنامه های ما رنگین است. از سخنهایشان بیننده های ما بهره های تازه به تازه میگیرند. نفری که زندگی دیده، نفری که تجربه زندگی خود را میتوانند برای دیگران چون نمونه عبرت پیشنهاد کنند. استاد آموزگاری گیمنازی کوثر قاسم رستموف. استاد عزیز شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. استاد نفری هستند که همیشگی ما بار اولین وقتی ما در یک برنامه تاک شو دعوت کردیم اشتراک کردند و از همان زمان این فکر میکنم شاید قریب 10 سال شده باشد که استاد میشناسیم و همیشگی در وقتی به برنامه دعوت میکنیم. البته دعوت ما رو اجابت نموده پذیرفته حتما، چون موقع بلندی فعال شهروندی دارند، همیشگی در برنامه ما اشتراک میکنند و اندیشه‌های خود را وابسته به اون موضوعی که در برنامه مطرح میشود برای سخنگویی نزد نفر جمعیت سخن گفته توجه آنها رو به خود جلب کردن. در شما این میراثی است، خدا داده است یا تربیت شده؟ مرحبا. تشکر. اول برای شما منتداری بیان میکنم که مرا همچون یک شخص اعتراف کردید، ارزنده و لازم شمردید که در برنامه تان اشتراک کنم. تشکر. دیگر باره میگویم که یگان کس از مادرش خود به خود دانا آفریده نشده است. انسان باید اینکه عقل و توانایی که پروردگار به او تحفه کرده است درست همین استفاده برد. وقتی که خردسال بودیم ما به من توصیه کردند که کتاب های بدیعی را بسیار خوانیم. انا از همون وقت سر کرده استاده همون بعضی لغوی خودم را من برای بایگرداندن کتاب های زیاد خواندم. این هم باشد تا تمام کردن مکتبی میانه 1000 کتاب خوانده هستم. کتابخانه همه خیلی بود که همه یک شب به یک کتابی که 800 600 700 صفحه است من تمام میکردم. من خوب نمیرفتم. این خوب نمیرفتم. من 4 ساعت بود، برای 400 برای من کفایه بود. با برابر همین اسنیتی سعیم آموزشی الفبایی نیاگان و هم آموزشی زبان عربی من شروع کرده هستم. یکی از مؤلفان بهترین کتاب چگونه قدرت سخن را باید بلند برداشت دیل کرنگی، این نویسنده امریکایی هست. این به دست من در صنف 8 دسترس شد. از همان وقت معلقه این مرد را دوست داشتم، زیرا که و حقیقت را میگفت و القی توصیه میکرد که هر کدام شما که قدرت زیبا گپ زدن ندارید میتوانتان خودتان تربیه کرده همین خیلی خصلت به صاحب شویتان. و برای روشن انداختن به همین کیست این دیل کرنیگی برای تماشابینان من گفتن هستم که این یک میلیونر است. در همین سن 30 سالگیش الکی صاحب میلیون ها دلار شدگی بود و همون درآمدی هر هفته هر ماهی مخصوص پرتافته رفته اینستیتوت صنعت سخن به داخل شد و مهارت سخندانیش بلند کرد. مردم هم گفتن که ای کاش ما مثل تو می بودیم که مرتب همین خیلی پول آمده میستاد ما زندگی خوش داشتیم. اما آقای میگوید که نه، من دیگر فکر میکنم وقتی که من همین خیلی میلیونر هستم مرا زیاده از 200 کس نمیشناخت. این هم نزدیکان من در کارگاه، خویش و تباران من، دوستان من که به شمار هستند. من گمان میکنم که بعد از آن که من سخنور شدم مرا تمام عالم میشناسد و در حقیقت هم همین خیلی شد، چون وی سخن را آموخت در بین مردم برآمدها میکرد، برآمدهای بسیار لفظ شیرین که جالب کردی که مردم را با خود دقت میکردن، الکی تمام عالم وی را میشناخت. با آن دمی که وی
همین خیلی آدمای بسیار با خودش منظور کرده توانست اکو کانترکت های ویم زیاد شدن و گشته میلیاردر شد. لیکن فاصله 5 سال و قربان کرد تا که سخنور شود. بنابراین من بسیار برای سخنور شدن کتاب بسیار خواندگی هستم. من بسیار میخواهم که کودکان ما، طلبگان ما، جوانان ما هم بعضی لغوی خودشان بای کنن. بعضا شرمنده می شود آدمیزاد که آنها یک جمله زیبای پیوسته ساخته نمیتوانند. با آنها اگر تلقین کنید ما سرخ فهم نیستیم، چون که خدا ما گناهکار هستیم. گناهکار از آن سبب هستیم که با آنها صنعت سخن درست آموخته نتوانستیم. سخن اصلا تسخیر کننده است. تشکر استاد. اینجا یک نکته دیگر ما میخواستم از شما پرسیده باشم. خب همین در جمعیتی که فرض کردیم اگر 10 نفر باشد، فرض کردیم فرضاً، خب سخن شما اگر برای مثلا 8 نفر یا حتی 9 نفر تاثیرگذار مقبول باشد و یک نفر دیگری پیدا می شود که اگرچه قائل است به سخن شما لیکن مقبول نمی کند، گویم یک اندازه میگوید خیلی دانا است، خیلی گویم سخت میگوید، فرض کنید این خیلی حالتهای شما شنیدگی استاد؟ البته چگونه مناسبت میکنید؟ یک سخن روسی هست عجایباتش همین میگوریم پراود و نزستاوه و نبو میرید. ما همیشه حقیقت میگوییم اما برای باور کردن به کسی ما مجبور نمی کنیم که این سخن ما باور کند. ولی ممکن است که فکر عقیدی خودش دارد، ما وی به احسن میگوییم. اگر فکر عقیدی وی پیشرفت باشد برعکس ما میآموزیم. ما با خدا ما قبول کردیم میمونیم. بسیار وقتها بود که در حقیقت هم میگفتن که وقتی که شما سخن میگفتید من گمان میکردم که همه شما حاضر آزار میتید جنگ میکنید. من گفتم که هرگاهی که من سخن میگویم میدانم که آدم ها خفه میشن، چون که من حقیقتی میگم و حقیقت تلخ است. من علاوه سخن شما باره در یک نفر مادر یک نفر همکار ما بندگی کردند و در جنازه مادری آن همکار ما اشتراک کردیم و شما در آنجا موعظه کردید و گفتید بسیار گوییم به حرارت گپ زدید و همه ما واقعا هم گفتیم که قول بدیم به خاطر آنه که چیزی که گفتید راست بود و چیزی که مثلا شما با مانند یک آینه بودید که از اونجا مثلا انعکاس کردید که شما این خیلی گوییم اصلا نمایش شما این گونه است، یعنی شما این گونه نما دارید. مثلا اون کمبودی که ما در زندگی داریم در مسئله مناسبت، حتی مثلا گوییم اویله داری دیگر خوبی مسئله هست که ما دیرتر برمیگردیم. من میخواستم اینجا یک نکته رو از شما پرسیده باشم استاد. خب همه ما تا فرصتی سالار شدن و پیشرفتگی ها علاقه از من سبق میگرفتن، چون که من همین خیلی ذوق بود. همین ذوق من مادری من طرفدار کردگی هستن. دیگر باره مادری من همین حرکت های من محکوم نمیکردن، میگفتن فقط من میدانم که عقل تو خرد است اما تو قابل آن هستی که خلاصی ضروری براری، خلاصی درست براری. بنابراین من تو باور میکنم. اما همین حرکاتات کردگی وقتاتند اگر کارهای نادرست به دست میزدگی شوی با خاطرت آر که من در حالت نادرست بودنش از تو میرنجم. همین خودش کفایی بود. اگر در خاطر داشته باشتن در کینوفیلم ها یعنی که در اثرها در همه مملکت های قدرتناک ما، خیتای، چین میگوین، یابانی میگوین، این ها پدر و مادرها و استادانشان سخنهای بسیار ندارن، در تربیت گپی بسیار نیست است. برای آنها کفایه است که یک نگاه معنی تمامی حرکت هاشو بیان کند. مادر من چنین بود. مادر من که همگی صنف 6 تمام کردگی بودن، اما برای عائله ما از همه عالم بزرگ زمان بدن. زیرا که یک نگاهی آن کس که ما الان میفهمیدیم که آن کس خفه هستند، درست هستند، از کردار ما شاد هستند یا اینکه ناراضی هستند. همه بچه های عائلانگی همین خیلی بود. بنابراین مادران ما تربیتشان یک عجایب برای ما جاری که دیگه بودن. کلان سالتر شده سالی من اینا خواندم خودم. یک دانشمند را پرسیدن که ای برادر، ای عالم، چگونه تو فرزندانت را تربیت میکنی که همه اخلاقهای خوب دارند
همه در جمعیت شناخته شدگی هستند. همه هوس میکند که مثل تو فرزندان تربیه باشد. چگونه تربیه کردی؟ عالی میگوید که من هرگز تربیه کردگی نیستم. من اخلاق خودم درست کردم که انا همین عبرت برای فرزندانم شد. من خودم نمونه شدم. همین من خودم برای آنها نمونه عبرت شدم. مادری ما هم خودش نمونه عبرت بود. یگان بار یگان نارساگی، کوتاهی، گناهی از ما سرزند، ما جنگ نمیکردن. ما همین خیلی امکانات میدادن که ما درک کنیم مونه. ما اصلاح کردن آسان‌تر بود، دیگر تکرار نکردن ما همین حس میکردیم. اما در عرفیت با دیگه خیلی میگن اگر بچه جنگ کردن گیری زدن گیری قشنگ میشه. بله. اما پدری ما که تا و اون کس هم سواد کفایه نداشتن، یگان مراتب برای ما یگان امر فرمان نمیدادن، یگان کار کن نمیگفتن، وظیفه نمیسپردن. بعد از آن که کلان سالتر شدیم ما از خود ما رنجیدیم، گفتیم که پدری ما کار ناشایان حساب میکنن، چرا کار نمیفرمایند اینا؟ یگان بار نمیگویند که پسری من تو فلان کار تا وقتی آمدن فلان کار کن، برگشت بیارو ما که دیگه باشیم تعریف نمیکنن. اخیرا هم مادر ما سوال دادیم که چرا این پدری ما به ما کار نمیفرمایند؟ مادری دانا و زیرکی ما گفتن که اگر پدرت به تو امر کند و تو اجرا کرده نتوانی نوابسته از آن که وای عذرها داری، عذرهایی که در حقیقت هم قبول کننده داری، در نزد پروردگار تو گناهکار میشوی. برای آن که تو را گناهکار نکنند پدرت که احتیاط کرده به تو نمیسپرن. وظیفه هایی که برای تو مقرر شدگی من میگوید پدرت، چون که اگر گفته های من اجرا نکنی اما شیر سفیدی من تی اسمی راه میدارد تو گناهکار شدن نمیماند. دیدید که برای تربیه آنها بین همدیگر چقدر اتفاق بودن. بله. و هم از گناهکاری احتیاط میکردن، نزد پروردگار به شرمنده شدن نمیخواستن. من همین کلان سالتر شده سوال دادم و بعد از آن درک کردم. من گفتم که چگونه انسان ها هستند که علم زیاد ندارند اما از حیات چنان آموخته هستند که عالم نمیتواند که چنین گفتگوزار کند. تشکر استاد. من راستی تا فرصتی که شما از پدرتان یادآور شدید، من خیلی پرسیدنی بودم که شما از مادر بسیار یادآور شدید و از پدر کمتر و خودتان گفتید. و تا فرصتی که با شما صحبت داریم در برنامه‌های قبلی، خب همه اون نفر استادا، نفرای صاحب دلانی که در برنامه اشتراک کردن، وقتی سخن در موردی گویی محیط بچگی، محیط کودکی میراد، حتما از مادرشون یادآور میشن. و مثلا چیزی که شما گفتید استاد، واقعا من میخواستم همین موضوع رو کمتر بازم واضح‌تر میگفتید، به خاطر اونه که برای اون نفرایی که در هر روزه زندگی با همین مشکلی مواجه میشن، یعنی در عائله زن و شوهر باید این عائله رو نزد فرزندان چنان اداره کنن که فرزندان مثلا سوالی زیادتی برای بیرون نبرن. یعنی اگر سوال پیدا شد یا از مادر گیرن یا از پدر، یعنی اون مادری که مثلا واقعا عاقله است او احساس میکند که اون کاری که مثلا شایسته یا توانی برداشتن اون رو فرزند دارد میگوید. اون رو مثلا در دیگر حالت، چیزی که در این حالتی که شما گفتید واقعا هم مقام پدر رو برای شما درست روشن فهمانیدند که مثلا در آینده وقتی که کلام میشوی پدر میشوی، یعنی اینا یک برای شما یک درس عبرت هم بودی هم استاد. همین گونه است. بسیار درست یادآور کردید. ما بزرگ شدیم، مکتب تمام کردیم، اما پدری ما یک بار برای ما دست نبرداشته است. ما همین هم سوال کردیم، چون که آینده ما علاقه پدر میشیم، آینده خانه‌دار شوی در پیش استاده است، فرزندها باید این که معامله نشانتیم. من گفتم که مادر همین قدر میشود، یکان بار ندیدم که همین پدر من حقارت کردگی باشن یا زده باشن. چرا؟ آخه آیا کس مرد نیستی هم نمیتونم همین زده مایا آدم که نمیتونم این زده. شما چند فرزند بودید؟ ما 7 فرزند هستیم، 3 پسر و 4 دختر بودیم. مادرم گفتن که پسرم اگر پدرت تو رو میزد تو طعم این کلتک میفهمیدی و میگفتی که جگب نبوده است. تو همین زدن معنیش میفهمیدی، اگه ضربش میفهمیدی که میگفتی که این هیچ گپ نباید زدن، با هم دوام میدادیم. از بس که من تو میگفتم که این کارهای خطاگیت نکن که پدرت به میگم میزند، تو نمیدانستی طعم و چیز، بنابر همین هراسیده تو این کارهای نمیکردی. بنابر همین یک طرفی پهلویی گپای من میگفتگی همین است.
دوم یک سوال عجایب دادید که این قریب که هر سال موضوع من در درس است. باید من برای روشن‌تر شدن اما آغاز درس میگم، بعد از آن پرابلمی که شما گذاشتید من پرابلم جواب دیم. یک موضوع درس هست که زنهای پیشقدم در جمعیت کیستند؟ آنهایی که ماهانه زیاد میگیرند کدام کسب ها دارند و آنها برای چی همین خودشان را در ساحه بیزنس، در ساحه پیشرفتی منوی میزنند، میگویند که من برای شوهرم یاردم کردم در کار، زمان ها پول در کار، این زمان ها بی پول نمیشود میگویند. انا در همین وقت همه یک روی خطی هست که این روی خطی از همه زیاد مبلغ گیرنده های ماهانه گیرنده ها هستند، درآمد کننده ها هستند. در اولش دیدم که من مشاتگان بودن این کسمیتالوگ ها بودن، زنهای کسمیتالوگ بودن که اینها همون روی کار میکنند، اینها دست و پا کار میکنند، همون چی که هستن آرایش میتین ما میشه بساطه میگن همینها از 12,000 تا 15,000 یک ماه به درآمد کرده میتونستن. بس آخر میرود آخر آمدمت معلم نه فلان سالی دیگرش میرود، دیگر به همازه ها میرود. بعد از آن که همین سخنهای گفتیم علاقه بچه ها انتخاب کسب است، انتخاب زینه های پیشرفت حیات است. بعد از آن ما همیشه خلاصه میکنیم که پیغمبر علیه السلام در حدیث مبارک گفتن که اولین معلم و دبیرستان شما مادر شما هستند. первый учитель, первый университет твой. همین مادر هم مکتب هم universitet هر کدام من شما بس. و علاقه تیار کردیم میمونه تا وقتی باغچه برفتن، تا وقتی مکتب برفتن ما علاقه همچون شخصیت علاقه جا بجا میفرمی رو ورنیکت لیچنست ما علاقه گوید تیار کردیم ماندست گوید همین خیلی انداخته ماندست که گوید دیگر رو به جمعه نمیتونه سال لکت دیگر گم مکن تو خرسه میشد که ما دیگر کده است. اما ما همان هستیم که همانیم. اما ما داریم ما چه کده ماندست ما همان قلده که همان هستیم ما نمیخواه کده ماندست و یک قد میشد بعد چند فرصت با هم راست میشه با کار خودش پیشتر از میشد. انا بنابراین من بگم که ای آنانی که از پس همین خیل برای شوهر یاردم دادن رفته ایستاده پول کار میکنید و شوهرتون با مغمبر کرده بمانید. شما بهتر است اینکه از پی تربیت فرزند شوید که همین این حیات شما، مبلغ‌های شما، این خاندانی گوناگون زیبا برپا کنید که برای هم پسر و برای هم دختر که برای فرزنده هستن. شما نه اینکه دنیای و یا دنیای بیرونی و احساس کنید بلکه دنیای درونیشان عقلشان هم ساز کردنتان در کار، یعنی که تربیت کردنتان در کار. بنابراین پیغمبر علیه السلام بیهوده نگفته بودن که مادرها بهترش در خانه نشینید، تربیت فرزند مشغول شوید تا که شوهران شما از این جهت خاطر جمع باشند و حق تلقان بکنند و خودشان قادر هستند که برآمده کار کرده ایستاده شما خورانند. اگر مبادا شوهران شما درآمدی کمتر داشته باشند صبر و قناعت کنید، زیرا که این فرزندانی که شما به همین قدر جانستانی که کلام کردید اینها پولیا میشن در دم پیری شما میبداره. یعنی بازم این حکمت همین سخنهای شما در آن است که واقعا به هر صورت در عائله نفری باید باشد که در برابر خوب پدر سرابان عائله تامین کننده روزگار عائله، مادر چون در عائله با فرزندان است همیشگی نگاهبین و تربیت فرزند به دوش مادر. امروز مثلا ما امروز دیدیم که وقتی در عائله هر دو سرابان نیستند و دیدیم که مثلا ما بگوییم که به کدام حالت رسیدیم، اون مشکلات اجتماعی، اون مشکلات تربیتی که امروز در تربیت فرزندان داریم این دلیل روشنی این گفته هاست. استاد نسبت همین گوییم حالت چی گفتنی ها دارید؟ اگر مادرش هم پدرش هم کار برود بچه ها از نظارت بیرون میماند و ها میتواند که کارهای به دلش پسنده کند. البته من شما میدانیم که عقل بچگیش که باید پسند کرده که این کاره بنابراین از نظارت بیرون که ما کردارهایی که بگیش اگر مقبول نباشد جمعه و یا اینکه به سالک اذیت دهنده باشد و گناهکارانه باشد ویروس میکند پدر و مادرش الکی فعل و خویهای دیگرگونه این بچه به کارگری میکند. این الکی راهی فریب، راهی
روکش کنی گناه های یاد میگیرد. این توبه الکه از خاطرش میبرارد، عذر پرسیدن از خاطرش میبرارد. الکه این پدر و مادری که صاحبی پول و دولت شد، صاحبی بچه‌های خوش اخلاق نشدنش ممکن. چگونه یک نکته از عذر خاطرم اومد برآمد شما، یک نکته بسیار عجیبی گفتید. من فکر کردم استاد بسیار گوی ماهرانه از پی اصلاح همین حالت برآمده. شما اگر خطا نکنم شما اصلاح کنید. گفتید که من فرزندان به همش به حوالی های الهی کردم و دیدم که گاهو هم گویم کلینم و هم پسرم کار می رود و نبیره های مثلا وقتی خولگی دارد من نزد خودم رفتم یا نزدشون رفتم، همین خولگی رو من پر کردم. یعنی به جای آنها من بابا رفتم و پدر مادرش جاش عوض کردم در یک مدت که فرزندان من گویم از راه دور بیراه نشود، یعنی به راه بد نرود. یعنی من درست گفتم استاد؟ همین خیلی در یک برنامه شما پسرم در آن خانه جاگیر کردن هستم و فرزندانش در گید اطراف من همه های آوردگی هستم. همین بیگاه که شد علاقه بچه های من نبیره های من همش کتاب و دفتراش گران نزدی من بیاد. هم عقیده های زیبا، طرز های همان تیار کردن درس ها و هوا پسند است. من علاقه میدانم که فقط مردم فرزندش به نصیحت نه، خانه خودم بیام کار کردنم در کار. این همون گپای هوایی در کار نیست، عملا در کار خانم ما با. هرگاهی که چهره های خندان همانهای میفهمن از مکتب آمده میگن که معلمم قائل شد، میگن من معلم به قائل کردگیم به نه، بچه من خیلی دانا شده کسی که خرسند میشم، بچه هم علاقه گرفته است چیزه. بنابراین من میگم که آیا بچه‌ای که امروزه هستن همه نصیحت‌های ما خوش قبول میکنن؟ نمی‌ها البته خوش قبول نمیکنن. بعضا میگن که تو پیر شدی زمانها دیگر شد میگن، اما بچه‌های من خیلی نمیگن. من برابری این بچه‌هایم برابری اونها قدم میزنم. من نمیخواهم که من یگان بارم تا همین سال نه کلان صاحب نه خود صاحب نصیحت که دیگه نیستم. من نصیحت نیست در من همون پیش دل رزمشیلینی میگن در من یک چیزهای هست که گوید، یک عقیده های هست که گوید برای خودش من حواله میکنم که خودش دریافت کند. تفکر کند. این یکی از میتودهای من. همین مکتب بیام، همین خیلی خاندان بیام، همین خیلی بین مردم بیام، همین وقتی که من امام مسجد بودم همون برامتون بیام، فقط من همین کارو میکردم. من یگان کس من نگفتم که روزه دار، یگان کس من نگفتم که تو نماز خوان، فقط آهنگ زیبا که میگفتم مگر خدای تو را منتظر نیست، مگر تو از خدای خود چیزی را نمیخواهی، مگر در زندگی همه چیز برای تو تامین است، مگر عمر زیاده شدن را نمیخواهی، سلامتی بردوام نمیخواهی، این را از کی میخواهی پرسی؟ پس به نزد خدا میروی. اما مادامی که میروی اگر تو با او آشنا نباشی چگونه قبول میکند؟ من همین سخنها بود، دعوتایی بود که عقیده های آنها را پوره میکرد و ها خودشان درک میکردن که هم خدایی بگذرد هم بی خدایی بگذرد. تو خدا گویم هست و خدا نگویم هست، عمر تو بی همون هم میگذرد، اما اگر تو خدا گوی یک قوتی ناعیانی هست که گوید همین دلیتی برداشته نیستد، تو به تکیه میکنه الکن. همین خیلی بود. همین فرزندها هم شاگردها هم نصیحتی بسیار نیست. من اینها یک عقیده های تلقین میکنم که خودشان دریافت کنند و مسئله های خودشان حل کنند. در حقیقت امروز ما با انسان ها، جوان هایی که سازنده آبادکار در کار هستند، اینها باید که روشن فکر باشن خودشان. برای روشن فکر کردن اینها ما اینها عقیده گذاشتن ما در کار. مضمون عقیده این فکرانه است. این فکرانی آنها تامین کرده تا انسان ما در کار گید. بنابراین من بسیار خواهش میکنم که با خودشان فکرانه کنن. فکر من طرفداری کردنشون هم لازم نیست. من بسیار تر همانهای پسند هستند که همون شاگردان پسند هستند که در بحث همون اکتیو اشتراک میکنند. تشکر زیاد. بیننده های ارجمند، ما راستی وقتی استاد رو دعوت کردیم همیشگی در اندیشه داشتم که واقعا این صحبتی ما نمیتواند در فاصله یک برنامه‌ای که حدودی 30 دقیقه به افیر می رود انجام یافته باشد و این لحظه من در همین جا این برنامه رو موقتا در شکلی باز می‌داریم به خاطر اینکه ما این موضوع رو در برنامه نوبتی، در صحبت صاحب دلان با استاد حتما مطرح میکنیم، به خاطر اونه که چون گفتن در مورد عقیده، واقعا عقیده سالم داشتن این میتواند انسان رو به راه آینده، راه درستی زندگی خودش رو پیدا کند. واقعا یک تجربه خوب استاد در همین است که مثلا چون از خردی برای
گوییم فرزندان و بیرگان تلقی میکنن که آنها باید فکری سالم داشته باشند. سره را از ناسره چون کلان شدن حتما جدا کرده میتوانند. با امید خانه آبادی سرسبزی و سربلندی شما تا برنامه نوبتی در صحبت صاحب دلان. استاد عزیز، ما برنامه را در برنامه‌های قبلی بازم صحبت خودمون رو ادامه میدیم. برای اشتراکتان به شما تشکر. بیننده های ارجمند تا برنامه نوبتی خانه آباد و سربلند باشید.